احساس میکنید به آلزایمر مبتلا شدید؟ چه علائمی از آلزایمر رو در خودتون میبینید؟ چه مواردی باعث میشه به آلزایمر مبتلا بشید؟ آیا به آلزایمر مبتلا شدم؟ در انتهای ویدیو به بررسی عوامل خطر ابتلا به آلزایمر پرداخته میشه. سلام، به کانال بی هلس کلینیک خوش اومدین. با سابسکرایب کردن کانال میتونید ویدیو بعدی رو که در مورد غذاهای سرشار از ویتامین و مواد معدنی که به جای مصرف مولتی ویتامین میتونید اونها رو میل کنید هست رو مشاهده کنید. بیماری آلزایمر یک اختلال مغزیه که با گذشت زمان بدتر میشه. با تغییراتی در مغز مشخص میشه که منجر به رسوب پروتئین‌های خاصی میشن. بیماری آلزایمر باعث کوچک شدن مغز و در نهایت مرگ سلول‌های مغزی میشه. بیماری آلزایمر شایع‌ترین علت زوال عقله، کاهش تدریجی حافظه، تفکر، رفتار و مهارت‌های اجتماعی. این تغییرات بر توانایی فرد برای عملکرد هم تأثیر میذاره. حدود 6.5 میلیون نفر در ایالات متحده 65 سال و بالاتر با بیماری آلزایمر زندگی میکنند. در این میان بیش از 70% 75 سال به بالا هستند. از حدود 55 میلیون نفر مبتلا به زوال عقل در سراسر جهان 60 تا 70% تخمین زده میشه که به بیماری آلزایمر مبتلا هستند. اگر در اطرافیانتون اشخاصی وجود دارن که احساس میکنن دچار آلزایمر شدن و یا علائم آلزایمر رو دارن، لطفاً بعد از لایک حتما این ویدیو رو براشون بفرستید و با در نظر گرفتن موارد گفته شده بتونن زندگی با کیفیت‌تر و سالمتری رو تجربه بکنن. علائم اولیه بیماری شامل فراموشی رویدادها یا مکالمات اخیره. با گذشت زمان به مشکلات جدی حافظه و از دست دادن توانایی انجام کارهای روزمره تبدیل میشه. داروها باعث بهبود یا کاهش پیشرفت علائم میشن. برنامه‌ها و خدمات میتونن به حمایت از افراد مبتلا به این بیماری و مراقبان اونها کمک بکنه. هیچ درمان 100% وجود نداره که بیماری آلزایمر رو به صورت 100% درمان کنه. در مراحل پیشرفته از دست دادن شدید عملکرد مغز میتونه باعث کم آبی، سوء تغذیه و یا عفونت بشه. این عوارض میتونه حتی منجر به مرگ شخص هم بشه. اما علائم آلزایمر شامل چه مواردی هستش؟ از دست دادن حافظه علامت اصلی بیماری آلزایمره. علائم اولیه شامل مشکل در یادآوری رویدادها یا مکالمات اخیره. اما حافظه بدتر میشه و علائم دیگه با پیشرفت بیماری متاسفانه ایجاد میشن. تغییرات مغزی مرتبط با بیماری آلزایمر منجر به مشکلات فزاینده‌ای میشه که در ادامه خدمتتون عرض میکنیم. حافظه. همین افراد گاهی اوقات دچار نقص حافظه میشن، اما از دست دادن حافظه مرتبط با بیماری آلزایمر ادامه پیدا میکنه و بدتر میشه. با گذشت زمان از دست دادن حافظه بر توانایی عملکرد در محل کار یا خانه میتونه تأثیر بذاره. افراد مبتلا به آلزایمر جملات و سوالات رو بارها و بارها تکرار میکنن، مکالمات، قرارها یا رویدادها رو فراموش میکنن، وسایل رو اشتباه قرار میدن، اغلب اونها رو در مکانهای قرار میدن که منطقی نیستن، در جاهایی که قبلا خوب میشناختن گم میشن، در نهایت نام اعضای خانواده و اشیاء روزمره رو هم متاسفانه فراموش میکنن. در یافتن کلمات مناسب برای اشیا، بیان افکار یا مکالمات هم مشکل دارن. و اما تغییراتی که در شخص مبتلا به آلزایمر رخ میده شامل چه مواردی هست؟ تفکر و استدلال. بیماری آلزایمر باعث ایجاد مشکل در تمرکز و تفکر به خصوص در مورد مفاهیم انتزاعی مثل اعداد میشه. انجام بیش از یک کار به طور همزمان بسیار دشواره. ممکنه مدیریت امور مالی، موجودی دست چک و پرداخت به موقع صورت حساب چالش برانگیز باشه. در نهایت یک فرد مبتلا به بیماری آلزایمر نمیتونه اعداد رو تشخیص بده و با اونها مقابله بکنه. قضاوت و تصمیم گیری. بیماری آلزایمر باعث کاهش توانایی تصمیم گیری و قضاوت معقول در موقعیت‌های روزمره میشه. به عنوان مثال، یک فرد در محیط‌های اجتماعی انتخاب‌های ضعیفی داره، مثلا انتخاب نوع پوشش نامناسب در آب و هوای مختلف.
پاسخگویی به مشکلات روزمره برای برخی افراد سخت‌تر میشه. به عنوان مثال فرد نمیدونه چگونه با سوختن غذا روی اجاق گاز باید برخورد بکنه یا هنگام رانندگی چه تصمیمی رو میتونه بگیره. برنامه ریزی و انجام کارهای روزمره. فعالیت‌های معمولی تبدیل به یک مبارزه میشه، مثل برنامه ریزی و پختن یک غذا یا انجام یک بازی مورد علاقه. در نهایت افراد مبتلا به بیماری آلزایمر پیشرفته فراموش میکنن که چگونه کارهای اساسی مثل لباس پوشیدن و حمام کردن رو میتونستن انجام بدن. تغییرات در شخصیت و رفتار. تغییرات مغزی که در بیماری آلزایمر رخ میده بر خلق و خو و رفتارهای اون اثر میذاره. مشکلات شامل مواردی میتونن باشن مثل افسردگی، از دست دادن علاقه به فعالیت‌ها، کناره‌گیری اجتماعی، نوسانات خلقی، بی‌اعتمادی به دیگران، عصبانیت یا پرخاشگری، تغییر در عادات خواب، سرگردانی، از دست دادن مهارت‌ها. علیرغم تغییرات عمده در حافظه و مهارت‌ها، افراد مبتلا به بیماری آلزایمر میتونن برخی از مهارت‌ها رو حتی با بدتر شدن علائم هم حفظ بکنن. مهارت‌های حفظ شده مثل خواندن یا گوش دادن به کتاب، گفتن داستان، به اشتراک گذاری خاطرات، آواز خواندن، گوش دادن به موسیقی، رقص، نقاشی و یا انجام صنایع دستی میتونه باشه. این مهارت‌ها برای مدت طولانی تری حفظ میشن چون توسط بخش‌هایی از مغز که در مراحل بعدی بیماری تحت تاثیر قرار میگیرن کنترل میشن. چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟ تعدادی از شرایط میتونه منجر به از دست دادن حافظه یا سایر علائم زوال عقل باشه. برخی از اون شرایط قابل درمان هستند. اگر نگران حافظه یا سایر مهارت‌های فکری خودتون هستید، با متخصص حتما مشورت بکنید. همونطور که در ابتدای ویدیو خدمتتون عرض کردیم، در این قسمت به بررسی عوامل خطر ابتلا به آلزایمر پرداخته میشه. مورد اول سن هست. افزایش سن بزرگترین عامل خطر شناخته شده برای بیماری آلزایمره. آلزایمر بخشی از پیری معمولی نیست، اما با افزایش سن احتمال ابتلا به اون افزایش پیدا میکنه. مورد دوم سابقه خانوادگی و ژنتیک هست. اگر یکی از بستگان درجه 1 والدین یا خواهر و برادر شما به این بیماری مبتلا باشه، خطر ابتلا به آلزایمر تا حدودی بیشتر میشه. مورد سوم سندروم داون هست. بسیاری از افراد مبتلا به سندروم داون به بیماری آلزایمر مبتلا میشن. این احتمالا مربوط به داشتن 3 نسخه از کروموزوم 21 هست. مورد بعدی جنسیت هست. زنان بیشتر از مردان به آلزایمر مبتلا میشن. و در نهایت مورد آخر آلودگی هوا هست که در آلودگی هوا هم متاسفانه احتمال ابتلا به آلزایمر افزایش پیدا میکنه. سعادتمندیم از اینکه نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از طریق کامنت در اختیار ما میذارید. همچنین اگر تمایل دارید در مورد خواص ماده غذای خوراکی خاصی بدونید، نام اون رو در قسمت کامنت ها ذکر بکنید تا بعد از آماده سازی ویدیو محبوب شما رو بتونیم انتشار بدیم. همچنین برخی دیگه از ویدیوهای جذاب و پربازدید رو در این قسمت قرار دادیم. امیدواریم از مشاهده اونها لذت ببرید. و در پایان از اینکه بیو هلس کلینیک رو انتخاب کردید بسیار بسیار سپاسگزاریم.